خب این نعل اسبام طبق عکسی که مشتری برام فرستاده بود، یعنی من براش فرستادم، پیشنهاد دادم، اون قبول کرد، اینا هم تموم شد، داخلشو در آوردم این کفیا رو با اوورفرز مشتی. و خیلی کار پر ریسکی هم هست، چون به هر دلیل اگر در بره از دستت دیگه داستان میشه و بعد کارو اوت کنی دیگه یه جورایی. ولی خدا رو شکر به خیر گذشت، اما خوشگل شد. اینم از این طرح کابویی.